زنی که 48 ساله باشد و بگه که من دیگه شوهر نمیکنم، همین خیلی پیر شده میرم، گناهگار میشم یا که شوهر کنه یا نه؟ اگر حاجت به شوهر نداشته باشد نکنه میجگب نیست. شوهر کردن یا خانه دار شدن با آدم ها به همه یک خیل حکم نداره. زن همه وقت حکمش واجب یا مستحب یا سنت یا مباح یا مکروه یا حرام نیست. به هر کی هر خیل است. یا آدمی که شهوتش بلند است، امکانیت زندگی کردن با همسر دارد یا با شوهر دارد ولی شوهر نمیکند، احتمال است که دست به گناه میزند، برای این زن شوهر کردن واجب است. عکسش مردی که امکانیت دارن، شهوت دارد، قوت دارد ولی زن نمیگیره، دست به گناه میزنه، حرام است برای این زن نگرفتن. زن گرفتن فرض است برایش، گناهکار میشه اگر نگیره. یا آدم شهوت هم دارد، قوت هم دارد، پول هم دارد لیکن اگر زن نگیرد گناه هم نمیکنه، فقط عذاب کشیده میگه. این آدم مستحب است، سنت است، اصل سنت است، یعنی گیرد ثواب میگیره. این چونی همیشه اگر یک زن مثلا حاجت به شوهر نداشته باشه همین سری بی غلبه غلبه‌دار نمیکنم گفت خیلی حق دارد همیشه زندگی کنه، لیکن در این سین و سالا بسیار قین است شوهری موافق یافتن و مناسب یافتن. زن‌ها هم نازک میشد، مردها هم نازک میشد. به هر حال به وضعیتش نیا کنه. الله تعالی حلال کرده است براش شوهر کردن. 70 به درآمدگی باشه. اون بعضی برادرها مثلا پدرش بر وقت گذشتگی مادرش از شوهر کردن من میکنه. این حق نداره. آبروی ما میریزه. چی آبرود میریزه؟ گناه نیست آخه. اون حقش است. اگر گناه کند آبرود میریزه. اگر ما آدم گناه کند آبرویت میریزه. پیشنهادم کنید بعضیش بیچاره‌ها زن‌های با حیا با شرم دارد که من شوهر میکنم گویا. آدم‌ها هم فکر میکنن که 4 پسر دارد، نبیره دارد و شوهر نمیکنه، گفت خواستگاری اومدم میترسم. این خیلی نیست. باید اگر خواهش داشته باشه شوهر برای اون که حقش است ظلم نشود. پیشنهاد کنید به واسطه کلینا، به واسطه دخترها.